مهربونا سلام، حال دلتون رو به راه. امروز اومدم یکی از منطقه های قدیمی کل بهبهان. کل قنوات نیست، نمیگم کجاست، یه خورده خودتون حدس بزنید بعد بهتون میگم کجاست. آقا من امروز سوزنم گیر کرده روی اینکه ببینم یه درخت سپسون پیدا میکنم تو این کوچه ها یا نه. ما خاطره داریم با درخت سپسون، بچه که بودیم دیگه بیوانی های پیج همه میدونن سپسون چیه، ولی توضیح بدم. درخت سپسون یه درختیه، میوهشو حالا بهتون بگم، یه میوهی داره شبیه میوه کنار ریز و همون شکل و شمایل تقریبا، ولی خب داخلشو که باز میکنی یه خورده لزج طور دیگه. خیلی هم توی دارویی استفاده داره من جور که شنیدم. خلاصه بچه که بودیم یه درخت سپسون ما توی کوچمون بود. این درخت سپسون ما با بچه ها میرفتیم، بچه های محلا با بچه محلا میافتادیم به جون این درخت سپسون با چوب و دمپایی و کفش که بنده خدا یه مقداری ازش بیفته و ما مشتامون رو پر کنیم و جیبامون رو پر کنیم و هر دوتا جیب بریم باش دیگه بادک درست کنیم، یا به قول خودمون مرغ هوا درست کنیم. مرغ هوا هم بازی دون از اون واژه‌های بهبانیه که حالا نمیدونم، شاید یعنی مرغ هوا یعنی بادک منظورش. خلاصه اینجا رو هم ببینید. من فکر میکنم دیگه متوجه شدید کجاست. آره اینجا منطقه محسنی هست. خب خلاصه آره میرفتیم برای چوبش. یه پرده های حصیری بود اون زمان، با چوب درست میشد، حالا با حصیر درست میشد. حتما خاطرتون هست اگه دهه 60 هستین، دهه 50 هستین، احتمالا خاطرتون باشه. میرفتیم از این پرده ها چوب میکندیم، یه دونه افقی یه دونه عمودی به هم وصل میکردیم، بعد روزنامه میچسبوندیم به این چوبا، یه شکل لوزی خوشگل در میومد. آره بعد میموند بالش و دمش. اینجا رو ببینید چه خوشگل. میموند بالش و دمش. با روزنامه یه نوارای 2-3 سانتی میبریدیم، بعد اینا رو حلقه حلقه میکردیم با همون سپسون میچسبوندیم به هم، زنجیر میشد. 3 تا زنجیر درست میکردیم، 2 تا برای بالش، 1 دونه هم برای دمش. خلاصه یه بند میبستیم و میرفتیم بالا پشت بوم، میرفتیم 4-5 نفری بالا پشت بوم دیگه. رقابت بود بین اینکه کی بادکشو بیشتر هوا کنه. خلاصه واقعا توی لحظه زندگی میکردیم.